اگه فشار آب پکیجت مدام میاد پایین، اینجوری بهش آب اضافه کن. اکثر مردم ایران با افزایش فشار آب پکیج مشکل دارن و اکثر تعمیرکارا نمیخوان این آموزش رو تو یاد بگیری. من اینجام تا بهت رایگان اصولی ترین افزایش فشار آب رو بهت آموزش بدم. ببین رفیق، فرقی نداره پکیجت خارجی باشه، ایرانی باشه، بوتان باشه، ایران رادیاتور باشه، زیر تمام پکیج‌های دنیا، توجه کن، پکیج‌های دنیا یه دونه شیر پرکن پلاستیکی آبی رنگه. بیا تو پکیج‌های دیگه هم بهت نشون بدم، بعد بریم سراغ عملی. این نمونه یه پکیج خارجیه، بازم این شیر رو داره. بریم پکیج بعدی. اینم نمونه یه پکیج ایرانیه، اینم از این نوع شیرا داره. این عقربه زیر نیمباره، پس پکیج روشن نمیشه. دستتو میبری زیر همون شیری که بهت گفتم رو باز میکنی جلو این صحنه زیبا